الحمد لله و بعد. سبب سوم از اسباب دخول جنت، اسباب که انسانها رو به بهشت داخل میکند، الاستقامه، استقامت میباشد. الله متعال در کلام پاک خود میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدین فيها جزاء بما كانوا يعملون. یعنی اون کسانی که گفتن الله پروردگار مانه و سپس بر این گپ که الله پروردگار مانه استقامت کردن، در راه این گپ استقامت به خرج دادن، برای اونها ترس نیست، پریشانی نیست. اولئک اصحاب الجنه، آنها کسایی که استقامت کردن اصحاب همنشین هایی که هستن، اونها همنشینان بهشتی هستند، اونها در بهشت میرن، همیشه هم در بهشت میمانند، برای یکی دو روز نیست. اینا به خاطر این برایشان میده که اینها عمل بهشتی کردن، جزاء بما كانوا يعملون. و در آیت دیگه میگه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همانا کسانی که گفتن الله پروردگار مانه و سپس در این راه استقامت به خرج دادن، تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشوند، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، پریشان نباشید، غمگین نباشید و بشارت باد برای شما به بهشتی که شما وعده داده شدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میشه که کدام یک اعمال بهتره؟ میگه که ایمان. یک نفر طلب نصیحت میکنه، میگه که ایمان بیاور سپس استقامت کن. فقل آمنت بالله ثم استقم، سپس استقامت کن. استقامت در راه دینداری یعنی این که همیشه و همیشه در راه دینداری پیش رفتن و از نصیحت ها کنار زدن و گوشه‌گیری کردن. الله متعال ما و شما را از جمله مخلصین در عبادت خود بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.